در زمان صاحب استقلالی کشور با مقصد بهتر نمودن وضع اجتماعی جوانان، تامین نمودن به جای کاری و استفاده نیروی ذهنی آنها در راه رسیدن به هدفهای استراتژی مملکت یک قطار کارها به انجام رسیده است. در این روند در مملکت آزمایشگاه‌های کسبی و مرکزهای هنرمندی تأسیس یافته است که در آنجا جوانان کسب و هنر می‌آموزند که این عمل خود از زندگی آرام و آسایشته و دستاورد از استقلال میباشد. ما جوانان ولایت ختلان با عزم و اراده قوی و نیروی ذهنی و جسمانی برای آبادی و پیشرفت تاجیکستان عزیزمان کمر همت بسته کوشش میکنیم که به باوری پیشوای معظم ملت سزاوار باشیم و استقلالیت دولتی را با بهای جانمان حفظ نماییم.